با افتخار جشن 35 سالگی استقلالی دولتی در شهر اسفره بنیاد و برقرارسازی انشاءات و انفراستراکچور تعییناتشان گوناگون ادامه دارد. در این ردیف صاحبکاران با ننگ و عار و مردم زحمتکش جماعت دهاتی وارخ در راه آبادی دیار کمر بسته برای عملی نمودن اقدام‌های سازنده شب و روز در تلاشند. باعث خرسندی است که در عملی سازی نقشه چاره‌بینی‌ها و روند آبادکاری‌ها خاصه صاحبکاران سخاوتپیشه دهه سهمی نظررس می‌گذارند. مخصوصاً به طور حشر عمومی و دستگیری عموم بنیاد نمودن انشاءات اجتماعی به حکم عنعنه درآمده است. از جمله جهت عملی سازی سیاست اجتماعی و معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان صاحبکاران اقدام گرفتند که تعمیر کلی بینای مؤسسه تحصیلاتی میانی عمومی رقم 21 را راه اندازی نموده مکتب را با میز و کرسی و دیگر تجهیزات و لوازمات تعلیمی تأمین نمایند. با این مقصد فعالان دهات و استان‌های محلی به کار جلب گردیده کارهای تعمیر و برقرارسازی به خرج بیش از 700,000 سامانی با صفت بلند به انجام رسانیده شدند. مقصد اساسی عملی نمودن چنین اقدام نیک و شایسته فراهم آوردن شرایط ارزنده تحصیل برای نسل نورس است که آن از پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سرچشمه میگیرد. ما صاحبکاران امسال مکتبی میانی 21 را با مبلغ 700,000 سامانی تعمیر و از نو سازی کردیم. راه‌ها را منفرش کردیم، سیمچوب‌ها را عوض نمودیم. در آبادانی جماعت وارخ سهمگذاری نمودیم. باز تصمیم گرفتیم که باز هم وطن را زیبا و آباد و زیبا گردانیم. ما امروز قسمت شهرهای اسفره وارخ را با مسافت 2 کیلومتر اسفالت نموده ایستاده ایم. ما صاحبکاران نیت داریم که کارهای آبادانی را دوام داده جشن 35 سالگی را با دستاوردهای نظررس استقبال گیریم. باعث تأکید است که ساکنان این دهه دوردست در پیروی به اقدام و تشبس‌های سازنده پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ده‌ها کیلومتر راه‌های حدود دهات را منفرش کرده با مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن بزرگ ملی کارهای آبادانی را در سطح و صفتی بلند عملی می‌نمایند. عین زمان صاحبکاران احسانکار برای عملی سازی باز یک عملی نیک منفرش کنی قطعه 2 کیلومتری شاهراه اسفره وارخ اقدام نمودند. الحال کارهای راهسازی در حدود دهه سرخ آغاز گردیده با مرام جریان دارند. در جماعت دهاتی وارخ نقشه چهاربینی‌ها ترتیب داده شده در آن تعمیر از نوسازی بنیادی زیاده از 95 انشاءات‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به نقشه گرفته شده است و در این سمت سهم صاحبکاران و اهالی جماعت دهاتی وارخ خیلی نظررس است. امروز صاحبکاران سیاست خردمندانی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان را سرمشق کار خود نموده برای آبادی وطن عزیز خود سهم ارزنده دارند. در قطار دیگر انشاءات‌های جشنی در آبادی راه‌ها سهم صاحبکاران به نهایت زیاد است. در دوام چند سال آخر زیاده از 80 کیلومتر راه‌های داخلی جماعت دهاتی وارخ از حساب صاحبکاران و اهالی پر منفرش کرده شده است. مورد به ذکر است که درازی شاهراه مذکور 45 کیلومتر بوده مرکزی شهر را با دهاتی بلندکوه سرخ و چارکوه و وارخ می‌پیوندد. امروز در حدود جماعت دهاتی سرخ از طرف صاحبکاران 2 کیلومتر راه شاهراه اسفره وارخ منفرش کرده می شود و این اقدام آینده نیز ادامه می یابد و رفت آمدی مردم جماعت دهاتی وارخ را به مرکز شهر اسفره و دیگر جماعت های همسایه آسان می کند. خوشایند آن است که صاحبکاران و سخاوتمندان و مردم سربلند این دهات در آبادی این راهی حیاتاً مهم سهم شایسته خود را گذاشته ایستادند. این است که با دستگیری آنها تا حال بیش از 16 کیلومتر این راه به پررگی منفرش کرده شده است.
дар корҳои мунфаршкунӣ техникаву таҷҳизот ва кормандони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ваҳдат 2018 шаҳри хуҷанд ҷалб гардида, онҳо ният доранд мунфаршкунии бо сифати роҳро рӯзҳои наздик ба анҷом расонанд. бояд тазаккур дод ки дар шаҳру деҳоти Исфара таъмиру таҷдид ва навсозии роҳҳо дар тамоми шаҳраку деҳот ба роҳ монда шуда, танҳо давоми соли ҷорӣ зиёда аз 96 километр роҳҳо пурра мунфарш карда шудааст. ҳамин зайл сокинону соҳибкорони бонангу номуси шаҳри Исфара даъвати президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро оид ба ободу хуррам кардани кишвар самимона ҷонибдорӣ карда, дар сохтмони иншооти зиёди истеҳсолӣ, бунёди мактабу бунгоҳҳои тиббӣ, майдончаҳои варзишӣ ва мунфаршкунии роҳҳо саҳми муассир мегузоранд.